امین‌السلطان جوان گرایش آشکاری به بریتانیا داشت و با اعطای امتیازاتی نظیر امتیاز انحصاری بانکداری و استخراج معادن به مدت 60 سال به بارون رویتر، امتیاز آزادی کشتیرانی در رود کارون و انحصار تنباکو به شرکت انگلیسی تالبوت منافع انگلستان را در ایران تقویت کرد. اما آن شب مهمانی هرچند عاشق قمار و میگساری بود، با لبخندی استادانه و نگاهی سنجیده دنبال همصحبتی دانا می گشت و تنها چیزی که در ذهنش تکرار می شد همان تابلوی تاب فراگونار بود که صبح در نمایشگاه دیده بود.